زمانه خلافت حضرت معاویه ببینید بعد گذشتن چندین سالها اتفاقا حضرت ابو ایوب انصاری گرفتار قرض کلان شدند. 20,000 دینار قرضدار شدند. این خیلی پولی کلان است. و وقتی که قرضدار شدند به نزد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مفسر قرآن پسر عمک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و از قرض خود شکایت کردند که قرضدار شدم. اون وقت عبدالله ابن عباس رئیس شهری بصره بودند، امیر شهری بصره بودند. وقتی که قرض خود را شکایت کردند، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مفسر قرآن، ترجمان قرآن، فقیه عالم اسلام گفتند که لأصنعن بک کما صنعت برسول الله صلی الله علیه و سلم، لأصنعن بک کما صنعت برسول الله صلی الله علیه و سلم. امروز من با تو چنان معامله میکنم که تو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم معامله کردی. خانه امیر شهر بصره را خالی کردن. قرض چقدر است؟ گفتن 20,000. 40,000 دادن. 20 غلامی دیگر دادند. خانه امیر بصره را خالی کرده دادند. لأصنعن بک کما صنعت برسول الله صلی الله علیه و سلم. امروز من همراه تو چنان معامله میکنم چه خیلی که تو در وقتش با پیغمبر صلی الله علیه و سلم معامله کرده بود. بنابراین برادران عزیز، نیکی را اهل وفا فراموش نمی کند. نیکی های شما، کسی به این دین اسلام خدمت کرد، کسی به مردم مسلمان نیکی کرد، نیکی های او ضایع نمیشد. اگر مردم فراموش کردن، لیکن در بین مردم انسان های است که او را فراموش نمی کنند. ابو ایوب انصاری نامش جاویدانه باقی ماند. امروز در استانبول است قبرش. چندین مراتب با مقصد فتح کنستانتینوپل به سوی کنستانتینوپل استانبولی امروزه برای جنگ سفر کرده بود و بالاخره در همانجا دفن شد. رضی الله عنه و ارضاه. شخصیتی که مشرف شد برای مهمانداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1 ماه پر تا روزی که مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم بنیاد شد و خانه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنیاد شد.